من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ابتدا ربط سوره مبارکه حج با سوره انبیا. ببین در انبیا این مطلب را داشتیم که همه انبیا حامل یک پیغام بودند، اون اینه که بغیر از الله کسی را عبادت نکنید و در حاجات بغیر از الله کسی را نخوانید، از کسی استمداد نطلبید. و ما ارسلنا من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا الله. بعضی از واقعات انبیا هم بیان شدند که اونها فقط خدا را خواندند. زکریا فرزند از خدا خواست، ایوب برای درمان از خدا کمک خواست، یونس از خدا کمک خواست از اون مخمسه و مصیبت نجات کند و همه انبیا خدا را فریاد زدند. نوح از خدا کمک خواست برای عذاب قوم الی آخره. حال در سوره حج چی داریم؟ همون مطلب است، یعنی همان گونه که در حاجات و مشکلات باید از خدا استمداد طلبید، دعا و ندا صرفا حق الله عزوجل است، استمداد از غیر خدا شرک است. همچنین نظر و نیاز و صدقه دادن برای خوشنودی غیر خدا شرک است. لذا عبادات مالی و نظر و نیاز را هم به خدا اختصاص بدهید. پس گویا در سوره انبیا بحث شرک اعتقادی بود، اینجا بحث شرک فعلی هست. البته نفی شرک فعلی و نفی شرک فی التصرف هر دو در این سوره می آید. اما همونطوری که سوره انبیا را آغاز کرد با اقترب للناس حسابهم، ذکر قیامت و تخویف، اینجا هم با تخویف شروع میشه. وقتی که در دل سامع خوف و ترس ایجاد بشه مطلب را بهتر میپذیرد و میگیرد. خلاصه این سوره دو بخش دارد. اول از اینجا تا نذقه من عذاب السعیر بحث نفی شرک فی التصرف است و بعد از اونجا تا آخر شرک فعلی رد شده از بخش دوم. الله می فرماید یا ایها الناس، ای مردم، اتقوا ربکم، بترسید از ربتان. چرا؟ علت ان زلزلة الساعة شیء عظیم، زلزله قیامت شیء عظیم هست. زلزله چون که همراه با زلزله شروع میشه، سور دمیده میشه، زلزله میشه، زمین می جنبد، همه از قبرها بیرون میاند. یا اینکه نه، زلزله کنایه هست از چی؟ از اینکه همه به تکان میاند، همه به وحشت میاند. ان زلزلة الساعة شیء عظیم به این معنی هست. بله، قال ابن عباس زلزلة الساعة قیامها فتكون معها، قیام ساعت را میگن. پس با
خود قیامت میشه. حسن بصری گفته اشد الزلزال ما یکون مع قیام الساعه، بدترین زلزله اون است که همراه با قیام ساعت باشد. بله، اما این زلزله چه وقتی از قیامت واقع میشه؟ بعضی گفتم مراد از زلزله اون زلزله ای هست که به وقت طلوع الشمس من المغرب خواهد بود. بعضی گفته این زلزله به وقت نفخه اولا میشه و بعضی گفته همین قیام ساعت که الان خواندیم. علی ای حال اقوال متعددی هستند. ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت. بیان شدت زلزله، اون روز شیردهی نیست، ولی بالفرض اگر شیردهی باشد بچه شیرخوار خودش را فراموش میکند، از بس وحشت است. یوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، روزی که ببینی آن را فراموش میکند هر زن شیرده، عما ارضعت، آن بچه ای را که شیر داده، و تضع كل ذات حمل حملها، و وضع حمل میکند هر صاحب حمل حملش را، و ترى الناس سکارا، میبینی مردم را که در حالت نشگی هستند، و ما هم بسکارا، اونها در واقع نشا نیستند، ولكن عذاب الله شدید، اما عذاب الله شدید است، عذاب سخته که اون روز چنان میشه. و من الناس من یجادل فی الله، زجر و توبیخ است، سرزنش است. الله می فرماید بعضی از مردم هستند که من یجادل فی الله، کسانی که جدال میکنن فی الله ای فی توحید الله، در توحید الله، نمی ترسن از این زلزله قیامت، بغیر علم، یعنی بدون دلیل عقلی نقلی هیچی ندارند. پس از کجا؟ و یتبع کل شیطان مرید، پیروی میکنه هر شیطان سرکش را. مرید یعنی المتجرد عن الخیر، از هر خیر خالی است، سرکش، متمرده. مراد از شیطان یا ابلیس است یا شیاطین انسی هستند، یعنی شیاطین انسی که انسانها از اونها تبعیت میکنه. یجوز ان یرید شیاطین الانس و هم رؤساء الكفار مثل ابو جهل، ولید، نضر بن حارس، امیه و غیره، الذين يدعون من دونهم الى الكفر. یکی این که شیاطین انسی هستند، و الثانی ان یکون المراد بذلك ابلیس و جنوده. خب لذا الله می فرماید که یتبع کل شیطان مرید، در حالی که کتب علیه، یعنی بر اون انسان نوشته شده، کتب به معنی مقرر شده، که انه من تولاه، هر کسی با او دوستی کند. با کی؟ باش ابلیس. تولاه یعنی اتخذه ولیا و تبعه، روح المانی گفته او را دوست خود بگیرد و از شیطان پیروی کند، فانه یضله، شیطان او را گمراه می کند، و یهدیه الی عذاب السعیر، به عذاب شعله‌ور جهنم راهنماییش می کند. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، الله تعالی از اینجا دلائل ذکر می کند. ببینید دلائل، دو تا دلیل الله ذکر می کند. قبلا گفتیم چند نوع دلیل داریم برای اثبات قیامت. اینجا یک دلیل از خود انسان هست و یک دلیل دیگر و ترى الارض آفاقی هست، یعنی یکی انفسی هست یکی آفاقی هست. علامه اندلسی نوشته ذکر دلیلین واضحین علی ذلك، بر قیامت دو دلیل واضح بیان می کند. یکی احدهما فی نفس الانسان و ابتداء خلقه و تطوره فی مراتب سبعه، انسان ابتدا پیدا شد، بعد به 7 مرتبه گشت. اول نطفه بود، بعدن علقه شد، بعدن مضغه شد تا آخر. از اینجا استدلال میگیرد ببین اینا همه مرده بودند،
مرده بود تبدیل به زنده شد، آخر نطفه مرده بود، لخته مرده بود الى آخره. و دوم و الثانی فی الارض التي تشاهدون تنقلها من حال الى حال. دلیل دوم که اینجا در این آیه گرفته شده برای اثبات قیامت از زمین، که شما زمین را میشه مشاهده میکنه از یک حال به یک حال دیگه منتقل میشه. امروز میبینید زمین سیاه هست، سوخته هست، هیچ اثری از آبادی نیست. یک ماه دیگه میبینید سرسبز چمنه. خب این زنده شد دیگه. این دلیل دوم هست. لذا الله میفرماید یا ایها الناس، ای مردم، این کنتم فی ریب من البعث، اگر شما در شک هستید از بعث، یعنی از امکان بعث بعد الموت، فانا خلقناکم، همانا ما آفریدیم شما را ای انسان ها، من تراب. شما به دلیل اینجا فکر کنید از خاک، این ماده بعید است. ثم من نطفه، سپس از نطفه، این ماده قریب است. ثم من علقه، سپس شما را آفرید الله از علقه، از لخته خون. ثم من مضغه، سپس از تکه گوشت. مخلقه و غیر مخلقه، که این مراحل مختلفی داشت. مخلقه یعنی کامل الخلقه، کامل پیدا شده، و غیر مخلقه، غیر کامل الخلقه. لنبین لکم، تا که ما برای شما بیان کنیم. بعد از این و نقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، ما استقرار میدهیم، جا میدهیم در رحم هر کسی را که ما بخواهیم، تا هر مدتی که ما بخواهیم. ثم نخرجکم طفلا، سپس شما را به عنوان یک طفل بیرون میکنیم. ثم لتبلغوا اشدکم، سپس لتبلغوا اشدکم، قبل از این فعل مقدر بکنید معنی درستتر در میاد. ثم یبقیکم، سپس خدا شما را باقی میگذارد، زندگی میدهد. لتبلغوا اشدکم، تا که شما به سن بلوغ برسید، یا به سن کمال عقل برسید که سن 40 سالگی هست. و منکم من یتوفا، من بعضی از شما هستند قبل از جوانی وفات داده می شوند. و منکم من یرد الی ارذل العمر، بعضی از شما هستند که برگردانده می شوند به پسترین عمر. پسترین عمر عمری هست که انسان فراموشکار میشه، آلزایمر میگیرد. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تا که نداند بعد از علم هیچ چیزی. یعنی هر چیزی را میداند بعدا نمیداند، فراموش میکند. این دلیل اول. ببینید شما انسان ها از کجا به کجا رسیدید. دلیل دوم برای قیامت. و ترى الارض هامدة، زمین را شما خشک میبینی. فاذا انزلنا علیها الماء، هرگاه بر زمین من آب نازل میکنیم، اهتزت، یعنی ببین زمین مرده اما زنده میشه. اهتزت، می جنبد. اهتزاز یعنی حرکت، به حرکت در می آید. و ربت، برآمده میشه. مقداری چی میشه؟ به اصطلاح باد میکنه، برآمده میشه. و انبتت من کل زوج بهیج، و می رویاند هر نوع تر و تازه، یعنی از هر نوع بوته و گیاه و علف. خب ذلك بان الله هو الحق، این نتیجه دلیل است. این به سبب این است که الله فقط او هست حق، و انه یحیی الموتى، او هست که زنده میکنن مرده ها را. و انه علی کل شیء قدیر، او هست که بر هر چیز توانا هست. و ان الساعه آتیه لا ریب فیها، اینم نتیجه دلیل است. و همچنین بدانید، یقین کنید که قیامت می آید، هیچ شکی در آن نیست. و ان الله یبعث من فی القبور، و همانا الله تمام کسانی که در قبور هستند اونها را زنده می کند، بلند می کند. خب الله تعالی استدلال گرفت به این صورت من شما را دوباره زنده می کنم. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، باز هم زجر برای و توبیخ برای انسان. بعضی از مردم هستند که جدال می کنند، بحث می کنند فی الله، یعنی فی توحید الله، بغیر علم،
بدون دلیل عقلی ولا هدى و بدون دلیل وحی ولا کتاب منیر و نه بدون دلیل نقلی. یعنی نه دلیل نقلی دارد، کتاب روشنی دارد، نه هدایتی از طرف خدا دارد که بگیم دلیل وحی دارد و نه دلیل عقلی دارد. ثانی عطفه، این حال است از یجادلو، جدال میکند در راه خدا در حالی که برگردانده هست، برمیگرداند، یعنی متکبرانه. عطفه، عطف بدن را میگن، پهلو را میگن، یعنی اعراض میکند. لیضل عن سبیل الله، تاکه گمراه بکند از راه الله. اما الله نتیجه این انسان را بیان میفرماید. این انسان معاند و مجادل، له فی الدنیا خزی، برای این انسان در دنیا رسوایی هست. و نذیقه یوم القیامت، و میچشانیم اون را در روز قیامت عذاب الحریق، عذاب سوزان، عذابی که او را می سوزاند. چرا؟ ذالک بما قدمت یداک، اونجا به این انسان گفته میشه ای انسان این به دلیل این است که دستهایت انجام داده، یعنی خودت انجام دادی. و ان الله لیس بظلام للعبید، و بدانید که الله ظلم کننده نیست برای بندگان. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. بعد از اینکه در ابتدای سوره اولین دلیل را خواندیم، دلیل عقلی بود، هم برای توحید هم برای اثبات قیامت. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب الى آخره. بعد از پایان اون دلیل زجر و توبیخ بود برای منکر توحید. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. اون سرزنش و زجر اول بود و این آیه که خوانده شد و من الناس من یعبد الله زجر دوم هست، سرزنش و توبیخ دوم هست. این برای مذبذبین هست، برای کسانی که در تذبذبند، در ترددند، شک دارند. بعضی اوقات بعضی از منافعی که برایشون در اسلام هست، اون منافع را میبینند به طرف اسلام تمایل نشان میدهند. اما گاهی برایشون منافع وجود ندارد، ضرری چیزی وقتی که میبینند اون وقت اعراض میکنند، پشت میدهند. این افراد تردد دارند، تذبذب دارند. الله تعالی بر اینها توبیخ میکند، زجر بیان میفرماید. بعضی میگن درباره فردی یا افرادی بود، فردی بود که آمد وقتی که مسلمان شد، ابتدا بهش خداوند فرزندی داد و تجارتش هم خوب بود، خیلی خوشحال بود، این را از برکت اسلام میدانست. اما مشکلی که برایش پیش می آمد، آسیبی که بهش می رسید، لذا از این ناراحت بود و تردد بود که اینم به خاطر همین دین هست، به خاطر همین اسلام هست. بسیاری اوقات الان مشرکین درباره ایمان آوردن، اما مسلمانان درباره عمل کردن تردد گاهی دارن. گاهی افرادی هستند که به طرف نماز و دین و شریعت مراجعه می کنند، نفعی می بینند، خیری می بینند،
این باعث تشویق میشه بیشتر عمل میکنند، اما اگر ضرری چیزی ببینند مایوس میشوند و ترک میکنند. این از جهالت است، این تردد، این تزلزل. الله میفرماید که و من الناس من یعبد الله علی حرف، بعضی از مردم هستند که الله را عبادت میکنه علی حرف، یعنی علی طرف من الدین، بر لبه هستند، بر کناره هستند. فإن اصابه خیر اطمأن به، اگر بهش خیری برسد، خیر دنیوی منظور است، منافع دنیوی، مطمئن میشه به ظاهر که میگه مسیر درسته، راه درستیه. اما و این اصابته فتنه انقلب علی وجهه، اما بهش اگر فتنه، امتحانی، آزمایشی برمیگردد علی وجهه، همون جهت اولی، جهت کفر، جهت شرک، خسر الدنیا والآخره، این انسان در خساره و زیان هست، زیان دنیوی و اخروی. نه در دنیا دستش به جای بند میشه، نه در آخرت. ذلك هو الخسران المبین، خسران واضح و خسران آشکار همینه که انسان هم از نظر دنیا آسیب ببیند، هم از نظر آخرت آسیب ببیند. انسان به هیچ جای دستش بند نشه. و دلیل خساره چی هست؟ باز هم توبیخ. دلیل خساره چی هست؟ یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه، میخواند بغیر از الله اون خدایان و معبودانی که نه ضرری دارد برایش و نه نفعی دارد. ذلك هو الضلال البعید، این خواندن، ذالک تفسیر جلاله نوشته الدعا، یعنی همین خواندن غیر الله خودش ضلال هست، گمراهی هست که البعید عن الحق، او را از حق دور میکند، از حق فاصلهش میدهد. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، میخواند، لام زائد است، من ضره، اون کسی را که ضررش نزدیکتر است از نفعش. اولا اقربو، حضرت شیخ رحمه الله میفرماد اقرب الى الفهم، یعنی از نظر عقلی، از نظر فهم، ضررش از نفعش چی هست؟ اقرب الى الفهم است. انسان بیشتر میفهمد که چه ضرری دارد. لبئس المولا و لبئس العشیر، دوست یا حامی بدی هست این غیر الله، و رفیق هم بدی هست. لبئس العشیر، رفیق بدی هست. اشکالی به ظاهر اینجا ما میبینیم، اون اشکال اینه که در آیه قبلی گفته شد یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه، نه ضرری برایش دارد نه نفعی دارد. اما اینجا در آیه بعدی میخوانیم اونی که ضررش اقرب الی الفهم است نسبت به نفعش. پس اونجا هم نفی شد، هم ضرر نفی شد. اینجا ضرر چی شد؟ اثبات شد. تعارض است نه؟ یک جای میگه نفع نیست، ضرر نیست، یک جای دیگه میگه ضرر هست. آیا ضرر نیست یا ضرر هست؟ ببینید در آیه اولی لا یضره یعنی نخواندن ضرر ندارد، فریاد نزدن ضرر ندارد، و ما لا ینفعه نفع ندارد، فریاد نزدن ضرر ندارد و فریاد زدن نفع ندارد. اما در آیه دومی که یدعو لمن ضره، این فریاد زدن است. اگر از اونها بطلبد، از اونها استمداد بکند، ضرر دارد. پس اونجا که میگه ضرر ندارد، چی ضرر ندارد؟ ندا نکردن. یعنی اگر از اونها ندا نکنی ضرری برات نداره، به تو آسیبی نمیزند. اما اینجا میگیم اگر شما صدا کردید
اگر فریاد زدید ضرر دارد، حتما ضرر دارد. پس یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، ضررش از نفعش چی هست؟ اقرب الى الفهم است. پس این ضرر و اون عدم ضرر جهتشون فرق میکنه. اون عدم ضرر در صورت فریاد نزدن است، این ضرر در صورت چی هست؟ فریاد زدن است. خب این برای کسی که نداء غیر الله میکند. اما حال بشارت برای مؤمنان، کسی که ندا نمی کند فقط از الله استمداد می طلبد. الله می فرماید ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بدون شک الله داخل می گرداند مؤمنین و کسانی که عمل صالح انجام دادند، جنات تجری من تحتها الانهار، در باغاتی که جاری است از زیر درختانش نهرها. ان الله يفعل ما يريد، همانا الله تعالی انجام میده اون چیزی که بخواهد. من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره، اینجا زجر و توبیخ است، زجر و توبیخ هست برای مشرکان که نسبت به حمایت الله از رسولش ناراحت بودند. الله می فرماید هر کسی گمان دارد که خدا او را هرگز نصرت نمی کند، لن ینصره الله. ببینید اینجا دو تفسیر هستند. تفسیر اول مال جمهور است که مرجع ضمیر هو به رسول الله برمیگرده. لن ینصره الله ای لن ینصر محمدا. کسی فکر می کند که او را هرگز خدا کمک نمی کند در دنیا و آخرت. در این صورت هم دو تا تفسیر است. در همین صورتی که مرجع ضمیر کی را قرار بدیم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم را. کسی که فکر می کند که لن ینصره الله، هرگز محمد را خدا یاری نمی کند در دنیا و آخرت، فکرش خامه، فکرش غلطه، بیجا فکر می کند. پس فلیمدد بسبب الى السماء، تفسیر اول. ریسمانی را بگیرند، منظور از سما سقف خانه هست، ریسمانی را بگیرد به سقف خانه ببندد. خب ثم لیقطع، سپس لیقطع یعنی خودش را بکشد، ای لیختنق، خودش را اعدام کند، خودش را به دار بزند. فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ، یعنی خودکشی بکند، ببیند آیا این کید، این مکر غیظش را میبرد. ببینید مطلب چیه؟ مطلب اینه که هر کسی فکر میکند که خدا پیغمبرش را کمک نمی کند، غلط فکر کرده. خدا کمکش میکند. عصبانی هست، از عصبانیت بمیرد، اصلا خودش را اعدام کند، ریسمانی به سقف خانه ببندد، خودش را به دار بزند، یعنی از غیظ، از عصبانیت، چون خدا پیغمبرش را کمک میکند. الان این غیظ ببیند که آیا این کیدش، این تدبیرش، این نیرنگش، آیا غیظش را از بین برد؟ منظور اینه که قل موتوا بغیظکم، معنیش اینه. این تفسیر اول است در صورتی که لن ینصره الله. پس المعنى لیشد حبلا فی سقف بیته، تفسیر خازن گفته یک ریسمانی در سقف خانهش ببندد، فلیختنق به حتی یموت، به این خودش را خفه کند تا بمیرد. خازن تفسیر معالم همین مفهوم را با این تعبیر نوشته. کما یقال للحاسد، مثلا به حاسد، حسود گفته میشه ان لم ترضى، اگر راضی نیستی، فاختنق و مت غیظا، خودت را خفه کن، از غیظ بمیر. معالم
پس بر اساس این ضمیر، مرجع ضمیر معناش این میشه که هر کسی فکر میکنه محمد را خدا کمک نمی کند، غلط فکر کرده. خدا او را کمک میکند. ناراحتی؟ خب خودت را اعدام بکن، خودت را بکش. ببین اعدام غیظت را کم میکند. یک توجیه دوم، تفسیر دوم بر اساس همین مرجع که ضمیر را به طرف رسول الله بکنیم، بازم به این صورت است که فلیمدد به سبب، یعنی هر که فکر میکند که خدا محمد صلی الله علیه وسلم را از آسمان کمک میکند، خب ریسمانی ببندد به طرف آسمان برود. فلیمدد به سبب الی السماء، ببند، طولانی کند، بکشد ریسمانی را به سوی آسمان، بعد بره به آسمان. ثم لیقطع، اونجا قطع کند. اونجا اول لیقطع به معنی لیقتنق بود، اینجا لیقطع قطع بکند. منظور چی را قطع بکند؟ کمک را، وحی الهی را، جلوش را بگیره، جلوی کمک را. ببینید که هل یذهبن کیده ما یغیظ، این مکرش غیظش را کم میکند، میتونه کمک را، جلوی کمک را کم بکند. پس این تفسیر دوم هست که یعنی هر کسی از کمک الله ناگوار و ناراحت است، راه رفتن به آسمان را پیدا بکند و از کمک به محمد جلوگیری کند. تفسیر قرطبی نوشته فلیطلب حیلة یصل بها الی السماء، حیله پیدا کند به سوی آسمان بره. ثم لیقطع النصر انتهیأ له، اگر برایش مهیا شد، برایش میسر شد، نصرت خدا را جلوگیری کند. قرطبی. خب این دو تفسیر شد بر اساس اینکه ما مرجع ضمیر کی را قرار دادیم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. اما حضرت شاه عبدالقادر رحمه الله که یکی از مفسرین هست، ایشون میفرماید که مرجع ضمیر رسول الله نیست، چون اینجا بحث رسول الله نیست. در گذشته بحث بر انسان بود، انسان ناسپاس، یدعو من دون الله یدعو لمن ضره. بعد بشارت درباره انسان گروه دوم آمد. حال الله عزوجل درباره همون انسان سخن میگوید. من کان یظن ان لن ینصره الله، مرجع ضمیر لن ینصره همین من هست، همون کس. یعنی هر کسی که فکر میکند که او را خدا هرگز کمک نمی کند، مثال او مثل این میماند. ببینید چون که قبلا بحث رسول الله نبوده، قبل بحث این انسان هست. حضرت شیخ رحمه الله هم همین توجیه شاه عبدالقادر را میپسندد. اون اولی که عرض کردم ضمیر به طرف رسول الله، اون دیدگاه جمهور بود. شاه عبدالقادر میفرماید که کسی که فکر میکند که اون کس را خدا کمک نمی کند، یعنی کسی که تردد دارد، مثالش، چون بحث از همون ابتدا بحث متردد و کسی که تذبذب دارد بود، مثالش مثل این میماند که ریسمانی به طرف آسمان است. خب این به اون ریسمان آویزان است، این انسان به اون ریسمان آویزان است. خب الان نه بالا میره نه پایین میاد، چون که تذبذب دارد، تردد دارد. اما احتمال بالا رفتنش هست که از بالا ریسمان کشیده بشه بره. بالا رفتن به مثابه ایمان است، به مثابه توحید هست، پذیرفتن توحید است. افتادن شرک، کفر. خب این انسان مثالش مثل اون کسی است که آویزان است، متردد، متذبذب.
الان وقتی که کفر میکند از اسلام روی گردانی میکند میماند مثل کسی که اون ریسمان را چی میکند؟ قطع میکند. پس اگر به طرف کفر میره بره ببیند که آیا این رفتن به کفر غیظش را کم میکند، عذاب را زود دفع میکند که نمیکند. اما اگر متذبذب هست همونطور بماند، امیدی هست که یک روز ریسمان کشیده بشه و این بره بالا، یعنی نجات پیدا بکند. منظور اینه که به طرف کفر کوچکترین تمایل نشان نده. عرض کردم چون بحث رسول الله ما قبل و ما بعد نیست، حضرت شیخ عبدالقادر این تفسیر را کرده و شیخ رحمه الله هم این را میپسندد. پس اینجور میشه من کان یظن، هر کسی فکر میکند که او را هرگز خدا کمک نمیکنه، یعنی همین کس را در دنیا و آخرت، فلیمدد بسبب، مثالش میمانه مثل اون کسی که میبندد ریسمانی به آسمان اما با توجه به تردد ثم لیقطع، قطعش میکند میافتد. آیا این افتادنش مشکلش را حل میکند؟ هرگز. وكذلك انزلناه آیات بینات، ترغیب به سوی قرآن است. کاف هم لبیان الکمال است، از کمال ماست که ما نازل کردیم این را آیات واضح. و ان الله یهدی من یرید، الله اراده میکنه، الله هدایت میفرماید اون کسی را که الله بخواهد. ان الذين آمنوا، تخویف اخروی است. این آیه قبلا خوانده شده که دار و مدار بر اسم نیست، دار و مدار بر نجات است. البته اونجا که شما خواندید دار و مدار بر صفات است، بر ایمان است. اینجا خدا تعالی میفرماید خدا فیصله به حق میکند در روز قیامت. ان الذين آمنوا، بدون شک کسانی که ایمان آوردند، والذین هادوا، آنانی که یهودی شدند موسی را پذیرفتند، والصابئین، کسانی که صابئی هستند و خودشان را پیرو ابراهیم میدانند، والنصارى، کسانی که نصرانی‌اند خودشان را عیسایی میدانند، والمجوس، و همچنین مجوسی ها، کسانی که آتش پرست میکنند، آتش میپرستند، والذین اشرکوا، کسانی که شرک کردند، راه شرک را انتخاب کردند. همه اینها منتظر باشند که ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، بدون شک الله فیصله میکند. عملا بنویس، الله داوری میکند، قضاوت میکند عملا بینشان در روز قیامت. ان الله علی کل شیء شهید، این علت ما قبل است، چون که الله بر هر چیز گواه است. الله فیصله میکند چون الله بر هر چیز گواه است، میداند چه کسی بر حق است چه کسی بر باطل. الم تر ان الله، بازم دلیل دوم، دلیل اول را شما اول خواندید یا ایها الناس، این دلیل دوم هست. دلیل دوم میگه همه چیز برای الله سجده میکند، اطاعت میکند، انقیاد دارد. اما سجده ها ببینید عزیزان، سجده ما به زمین افتادن است، اعضا و اشرف اعضا به خاک مالیدن است. اما سجده بقیه مخلوقات لازم نیست مثل ما باشد که بعضی ها اعتراض میکنن خورشید پس کی سجده میکند؟ خورشید را که ما میبینیم 24 ساعت در حال گشت هست، در حال انجام مأموریت است. خب شاید همین انجام مأموریتش خودش سجده ای هست، شاید همین گشتنش خودش ما کیفیت سجده را نمیدانیم. الم تر ان الله یسجد له، آیا میبینی یعنی خبر داری که برای الله سجده میکند، له من فی السماوات، من یعنی هر کس یا هر آنچه که در آسمان هاست، من را به معنی ما گفتن، تمام آنچه که در آسمان هاست، و من فی الارض، تمام آنچه که در زمین است. چرا من را به معنی ما کردن؟ چون که سجده کنندگان همه ذوی العقول نیستند. مثل و الشمس والقمر، خورشید سجده می کند، ماه سجده می کند، و النجوم والجبال، ستاره ها کوه ها سجده می کنند، و الشجر والدواب، درختان و دواب چارپایان، و کثیر من الناس، و همچنین سجده می کند بسیاری از مردم، بعضی بیچاره ها کفر می کنند. و کثیر حق علیه العذاب،
بسیاری از انسان هاست که ثابت شده بر او عذاب به دلیل بنیسی عدم انقیاد شرعی، از نظر شرعی اطاعت از خدا نمی کنن، مستحق عذاب شده. و من یهن الله فما له من مکرم، این به دلیل سلب توفیق است. الله می فرماید هر انسانی را که الله ذلیل کند، هر کسی را که الله خوار کند، شرک بزرگترین ذلت. انسان واقعا ذلیل میشه که غیر الله را سجده می کند، الله را نمی کند. این انسان ذلیل پسته. هر کسی که الله را پست کند، ذلیل کند، فما له من مکرم، نیست برای او هیچ اکرام کننده، هیچ کسی که اعزاز ببخشد. ان الله یفعل ما یشاء، بدون شک الله انجام میدهد آنچه که بخواهد، به طور حکمت هر چه بخواهد الله انجام میدهد. حال تخویف اخروی، دو گروه هستند انسان ها، نه؟ یک گروه سجده کنندگان هستند و کثیر حق علیه العذاب، یک گروه مشرکان و کافران هستند. حال از این دو گروه، هذان خصمان اختصموا فی ربهم، اینها دو خصم هستند، دو گروه مد مقابل هستند. اختصموا فی ربهم، با هم بحث و با هم خصومت دارند درباره ربشان، ای فی توحید ربهم. فالذین کفروا، آنانی که کفر کردند، آنانی که نپذیرفتند توحید را، الله را، قطعت لهم ثیاب من نار، برای آنها قطع میشه، درست میشه لباس های از آتش، یعنی لباس از آتش به اندازه اونها، به اصطلاح چی میشه؟ قطع میشه. اصطلاح خاصی خیاط ها دارد، برش میگن، نه این قطع شدن، برش میشه به اصطلاح برش، اندازه گیری میشه از آتش. الله نجات بده. یسهر من فوق رؤوسهم الحمیم، تنها عذاب آتش نیست، گوناگونه. مثلا یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، از بالای سر ریخته میشه بر آنان آب جوش، به وسیله آب جوش هم بدنش له میشه. یصهر به ما فی بطونهم والجلود، به وسیله این آب جوش یصهر و گداخته میشه، ذوب میشه آنچه که در شکمشان هست، یعنی روده ها، اینا همه ذوب میشه، آب میشه. والجلود، و همچنین پوستش تمام از بین میره. اینها را الله به انواع عذابها عذاب میده. الله همه ما را حفاظت کنه. و وقتی که میخواهند بیان از جهنم بیرون، اونجا تاب نمیارند، فرار میکنه، بی اختیار میاد بیرون بره. اینجا داروغه جهنم ایستاده با گرز آهنین. ولهم مقامع، برای آنان یعنی به خاطر آنان هست، مقامع، گرزهای من حدید، از آهن، گرزهای آهنین در دست داروغه است. این تا که میخواد بیا بیرون به فرق سرش میخوره، میره قعر جهنم دوباره میفته. کلما ارادوا ان یخرجوا منها، آیا مگه کسی میتونه اراده بکنه؟ منظور از این ارادو بنویسه حرکت طبیعی، به صورت طبیعی انسان فرار میکنه. هرگاه اراده میکنند ان یخرجوا منها، اینکه خارج بشوند از آن آتش، من غم، از اون غصه‌ای که گلوگیرشون هست، از اون مصیبتی که دارن، اعیدوا فیها، برگردانده میشن، یعنی گرز به فرق سر میخورند و میافتند. و ذوقوا عذاب الحریق، به آنان گفته میشه که بچشید عذاب سوزان. یقال لهم ذوقوا عذاب الحریق. این چی بود؟ این فالذین کفروا بود، دو گروه بودن، نه هذان خصمان. این کفار بودند، اهل کفر، اهل شرک، کسانی که کفر کردند به توحید خدا. اما مؤمنین گروه اول چی؟ ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بدون شک الله داخل می فرماید کسانی را که ایمان آوردند، اعتقاد درست، و عمل صالحات، عمل صالح، عمل درست، داخل می گرداند جنات تجری من تحتها الانهار،
در باغاتی در جناتی که جاری است از زیر درختانش، از زیر قصرهایش نهرها. یحلون فیها من اساور من ذهب، این انسان ها پوشانده می شوند در آن بهشت من اساور من ذهب، دستبندهای و علنگوهایی که از طلا هستند. از طلا یعنی اکرام و اعزاز لباسشون. و لؤلؤا و همچنین مروارید. و لباسهم فیها حریر، لباسشان در آن بهشت حریر نازک است، ابریشم است. و هدوء الی الطیب من القول، اینها کسانی هستند که در دنیا به صورت قول طیب، که قول طیب و عقیده طیب. قول طیب کلمه توحید است، لا اله الا الله، و عقیده توحید است. و هدوء الی صراط الحمید، اینها راهنمایی میشوند بر صراط حمید یعنی اسلام، صراط پسندیده ستوده شده که الله او را تعریف کرده، این صراط را، دین را که دین توحیدی و دین اسلام است. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، باز در مقابل اینها تخویف برای اهل ضلال و اهل اضلال. بدون شک آنانی که کفر کردند این ضلال است. و یصدون عن سبیل الله، این اضلال است. دیگران را باز داشتند از راه الله. و المسجد الحرام، آنانی که باز داشتند از مسجد حرام. الذي جعلناه للناس، آن مسجد حرامی که ما قرار دادیم آن را برای مردم، که مردم در اون مسجد حرام نماز بخوانند. سواء العاکف فیه والباد، برابر است العاکف، عاکف یعنی مقیم در آن، والباد یعنی مسافر. هر کسی را جلوگیری کرد، چه کسی که اونجایی هست، چه کسی که از بیرون می آید. و من یرید، جلوگیری میکنه، اراده چی دارد؟ و من یرید فیه بالحاد بظلم، هر کسی که آنجا اراده بکند، اراده الحاد یعنی انحراف از حق، انحراف از مسیر توحید، بظلم یعنی به شرک، انحراف و راه شرک را بگیرد. نذقه من عذاب علیم، نتیجه ما میچشانیم او را از عذاب دردناک. و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، این دلیل نقلی تفصیلی هست از سیدنا ابراهیم علیه السلام. ببینید جلوگیری میکنه از خانه خدا، از مسجد الحرام. چرا؟ به خاطر اینکه این کس اهل توحید است، با خدا از خدا را عبادت میکنه. الله دلیل نقلی از ابراهیم میاره که اصل بنای این مسجد، بنای این بیت به خاطر توحید بوده، به خاطر یکتاپرستی بوده. الان شما جلو یکتاپرستان را میگیرید از نماز. و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، وقتی که ما جای دادیم برای ابراهیم، یعنی مهیا کردیم، آماده کردیم مکان بیت را. الا تشرک، این ان مفسره هست، جای دادیم به این منظور که الا تشرک بی شیئا، شریک نگیر به من هیچ چیزی را، هیچ کسی را شریک خدا نگیر. و طهر بیتی للطائفین، و پاک بکن خانه من را از شرک. للطائفین، برای طائفین، ای طائفین لله، آنهایی که فقط برای الله طواف میکنند. والقائمین، آنهایی که فقط برای الله قیام میکنند. والطائفین لله، القائمین لله، والرکع لله، والسجود لله، آنهایی که خالصتا رکوع میکنند برای الله، سجده میکنند برای الله. یعنی اینجا جای کسانی است که عبادتشان خالص برای الله باشند، ندایشان خالص برای الله باشند، کسی دیگر را ندا نکنند. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر،
الله می فرماید اذن فی الناس، در میان مردم اعلان کن. ابراهیم را بعد از اینکه خانه کعبه را ساخت، مردم را گفت که بندگان خدا بیایید به طرف حج بیت الله. و اذن فی الناس، اعلان کن در میان مردم بالحج، به حج که بیایند برای حج. یأتوک رجالا و علی کل ضامر، بیایند پیش تو رجالا ای راجلا، با پای پیاده، جمع راجل است و هو الماشی. و علی کل ضامر، بر هر شتر کمر باریک یا باریک اندام. ببینید شتر معمولا جلوی خانه باشد، پابند باشه، به اصطلاح چاق و فربه میشه. اما شتر وقتی که همش در سفر باشد، در مسیر باشد، برای صاحب شتر بار ببره، مسافر ببره، خب این شتر که زحمت میکشه، کار میکنه، این چی میشه؟ لاغرندام میشه، باریکندام میشه، ولی چابک و چالاک هست. منظور به اون شتری که همیشه در مسیر هست ضامر میگویند. ضامر به همین خاطر میگویند که لاغرندام هست. یأتین من کل فج عمیق، که می آیند پیش شما از هر راه دور. فج راه را میگه، عمیق دور، از هر راه دور بیایند. خب ابراهیم رفت و بر صفا اعلام کرد که عباد الله بیایید به طرف حج. الان که ما میگیم لبیک اللهم لبیک، این در پاسخ همون ندای ابراهیم است که ابراهیم به نیابت از الله ما را به سوی توحید فراخواند و به سوی حج فراخواند. لذا ما تلبیه میگوییم، لبیک اللهم لبیک میگوییم و جواب میدیم. در واقع لیشهدوا منافع لهم، تا که مردم حاضر بشوند در منافعی که برایشان هست. ببینید این منافع هم منافع دینی هست و هم منافع دنیوی هست. دینی که حج انسان پاک میشه، رجع کیوم ولدته امه، کسی که حج مقبولی انجام میده در برگشت مثل بچه ای هست که تازه از مادر زاییده شده، از نظر گناه پاک، الله او را میبخشد. این منافع دینی. منافع دنیوی، اونجا قربانی کشته میشه، اونجا صدقه هست. در حج دیگه تجارت و منافع مادی هم هست. لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله، اینجا منظورات الله هست، یعنی برای خدا هر نظری را انجام بدن. و یذکروا اسم الله، و یاد کنند الله را در ایام معلومات، علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، بر آنچه که رزق داده الله آنها را از چارپایان. یعنی در ایام معلومات 3 روز منا هست، در این 3 روز منا الله را یاد میکنند و گوسفندان خودشون را میکشند، قربانی ها را میکشند. هدیه که برای خدا آورده جز منظورات الله دیگه میشه. نذر کردی برای خدا، وقتی که خدا را یاد کردی، کشتی او را، فکلوا منها، بخورید از آن، این حلال و طیبه. و اطعموا البائس الفقیر، بخورانید البائس اون تنگ دست را، و فقیر محتاج را. کسی که تنگ دست و محتاج است او را بخوران، خودت هم بخور، اون هم بده. ثم لیقضوا تفثهم، سپس انجام بدهند تفثشان را. تفث اینجا به معنای تمام اعمال حج است، تمام مناسک است، از وقوف گرفته تا حلق و تا عرض کنم که رمی جمار و تا طواف زیارت و غیره. التفث المنسک كله، آلوسی رحمه الله می فرماید المنسک كله، همه مناسک حج مراد است، من الوقوف بعرفه والسعی بین الصفا والمروه و رمی الجمار الى آخره، اینها تفث هستند. پس این افراد بقیه مناسک را انجام بدهند. ولیوفوا نذورهم، به نذرهایشان وفا بکنند. ولیطوفوا بالبیت العتیق، و طواف بکنند به بیت عتیق،
بیت قدیم که از قدیم ابراهیم علیه السلام بسته. ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ای اتبع ذلك، این را پیروی کن، از این تبعیت کن. یا اینکه ذالک مبتدا از خبرش مقدره، ذالک امر الله، این دستور خداست، بجا بیار. و من یعظم حرمات الله، خب این منظورات الله ما خواندیم که در این سوره شرک، نفی شرک فعلی هم هست، نه؟ الان اول منظورات الله بود، اینجا تحریمات الله، اونی که خدا حرام قرار داده، حرمت خدا را حرمت بدان، حرام خدا را حرام بدان. و من یعظم حرمات الله، هر کسی تعظیم کند حرمات الهی را، بنویسه اعتقادا و عملا، هم اعتقاد به حرمت اونها داشته باشد، هم عمل بکند. فهو خیر له عند ربه، این بهتر است برایش، یعنی موجب ثواب میشه نزد رب. و احلت لكم الانعام الا ما یتلی علیکم، این تحریمات غیر الله است، تحریمات غیر الله، اونی که غیر الله حرام میکنه حرام ندان، حلال برایت. و حلال شده برای شما چارپایان، الا ما یتلی علیکم، مگر آنچه که تلاوت میشه بر شما. خب کجا ما یتلی علیکم استثناء کجاست؟ بعضی گفتن فاجتنبوا الرجس، اینه همین که از اینجا تلاوت میشه اینا اصلا محرمات. بعضی گفتن اون حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر که بعدا در سوره مائده آمد، اون محرمات هستند. علی ای حال الله می فرماید و احلت لكم الانعام الا ما یتلی علیکم، چارپایان برای شما حلال هستند، یعنی شما از خود حرام نکنید. یکی را نام گذاشته بهیره، یکی را صائبه، یکی را برای پشمش را برای به خاطر معبود حرام کردی، یکی را شیرش را و سواریش را، یکی را گوشتش را. نه، حرمات. و من یعظم حرمات الله، ها و احلت لكم الانعام، این چارپایان برای شما حلالند، شما چرا حرام کردید؟ الا ما یتلی علیکم، مگر اونی که تلاوت میشه. اون چیه؟ فاجتنبوا الرجس، شما اجتناب نکن از گوشت حلال، بلکه اجتناب بکن از رجس، از گند. الرجس الذي هو عبادة الاوثان، من الاوثان، من بیانیه است. گند یعنی عبادت بتها، و اون چی که برای بتها نظر میکنی از اون اجتناب کن. واجتنبوا قول الزور، اجتناب کنید از قول دروغ. قول الزور ای کلمت الشرک، ابن عباس گفته، ندای غیر الله. و همین که حیوان را حضرت شیخ رحمه الله می فرماید که احل لغیر الله، اینه که چه حیوانی باشد چه غیر حیوان، خوراکی باشد، از همون ابتدا که اون را نامزد کردیم، یعنی گفتیم این برای خوشنودی و تقرب فلان، نامزدی همینه، نام بر او غیر خوشنودی غیر خدا را گفتیم، از همون جا چی شد؟ نظر لغیر الله شد. ما احل لغیر الله همین است. اینجا هم الله همین می فرماید. از اینجا اون دیدگاه شیخ هم تقویت میشه که کلمت الزور هست، این قول الزور هست، یعنی همین که به نام غیر خدا کردی شد شرک. بله، حنفاء لله، در حالی که یک سو باشید برای خدا، از شرک، از کفر، از ادیان باطل، غیر مشرکین به، شریک کننده به خدا نباشید. و من یشرک بالله، الله برای شرک مثالی بیان میکند. و من یشرک بالله بنویسید، چه قولی چه فعلی. شرک چه قولی باشد چه فعلی. این کسی که شریک میگرد به الله، فکأنما خر من السماء، گویا این انسان از آسمان میافتد. ببین از همه مصیبت ها در دنیا بیشتر اینه که انسان از آسمان بیفته. کسی اینجا تیری بخورد آسانتره،
اینجا اعدام بشه آسان تره، اما ببرن از بالاترین نقطه از تو هواپیما پرتش بکنند. لذا الله می فرماید فکأنما خر من السماء، این انسان می ماند مثل کسی که گویا افتاد از آسمان، هنوز هواپیما نزدیکه. فکأنما خر من السماء، گویا از آسمان افتاد. فتخطفه الطیر، ربودند او را پرندگان شکاری تو فضا هست، نه شاهین هست، عقاب هست. این وقتی که از اونجا بیفته دیگه تکه تکه میشه. این را تو این مسیر چیکار بکنند؟ برباین، هر یکی یک بخشی از گوشتش را و تکه از گوشتش را ببرد و فرو ببرد. او تهوی به الریح فی مکان سحیق، یا بیندازد او را باد در مکان دوری. سحیق یعنی بعید. این مثال مشرک است، کسی که به خدا شرک بکند. ببینید این تشبیه مرکب است. تشبیه مرکب شما خواندید، یعنی تمثیل، که یک مجموعه از معانی و مفاهیم را تشبیه بدن به یک مجموعه از معانی و مفاهیم دیگر. اینجا الان حال مشرک تشبیه داده شده به کسی که از آسمان بیفتد، پرنده های شکاری گوشت هایش را تکه تکه کنند. کل لازم نیست مراد از اون بخش از تشبیه چیه، مراد از اون بخش از تشبیه چیه، مراد از پرنده چیه، مراد از باد چیه. پرنده ها گوشت هایش را تکه تکه کنند و بخورند و باقی مانده ای که مانده باد ببره دور بیاندازه او را، یا اینکه باد او را بیاندازه اصلا پرنده نصیبش نشه. این تشبیه مرکب شد، یعنی مجموعه به مجموعه تشبیه داده شد. ببینید که چی فرموده امام نصفی در تفسیر مدارک: من اشرک بالله فقد اهلک نفسه اهلاکا، هر کسی که به خدا شریک بگیرد خودش را هلاک کرده، چنان هلاکتی که لیس بعده هلاک، بعد از اون هیچ هلاکتی دیگه نیست. از همه هلاکت ها، از همه مصیبت ها، این مصیبت بزرگتر الله نجات بده، شرک. بله، بأن صور حاله بصورت، الله تعالی اینجا به تصویر کشیده حال این انسان را به صورت حال من خر من السماء، حال اون انسانی که از آسمان میفته. فتخطفه الطیر، پرندگان او را می ربایند. فتفرق قطعها فی حواصلها، تکه های این انسان تکه تکه میشه در حواصل و در عرض کنم که به اصطلاح معده چی؟ پرندگان یک تکه هایش در معده یک پرنده، یک در تکه یک پرنده، حوصله میگویند یا حاصله همون سنگدان را به اصطلاح مال پرنده. و عصفت به الریح، و بعد هم به او میوزد حتی حوت به فی بعض المهالک البعیده، حتی که او را می اندازد در بعضی از هلاکت های دور دور. این مثال هست. پس این ببین مجموعه مثال داده شد به یک معنای مجموعی. یا اینکه این تشبیه تمثیل نیست، تشبیه عرض کنم که مفرد است، تفصیلی هست. تو اینجا تشبیه داده شده ایمان و توحید به آسمان. همونطور که آسمان بلند هست، ایمان و توحید هم چی هست؟ بلند هست. و شرک کردن تشبیه داده شده به افتادن از آسمان، یعنی از ایمان و توحید فاصله گرفتن. از اون که انسان جدا شد از توحید، از ایمان، دیگه از آسمان میفته، چون تشبیه خود ایمان به چی شد؟ به آسمان. و افکار باطله انسان و هوای نفس انسان به پرندگان شکاری تشبیه داده شده. و شیطان به باد تشبیه داده شده.
یعنی وقتی که انسان از ایمان از توحید فاصله گرفت، خودش را قطع کرد، برید، بعداً آماج حملات چی میشه؟ هم شیطان میشه، او تهوی به الریح، هم هوای نفس و خواهشات نفسانی این انسان را تکه پاره میکند، این انسان را بدبخت میکند. پس تشبیه فرد به فرد است. این مثال مشرک، اون کسی که ایمان را ترک میکند و توحید را میگذارد. لذا الله میفرماید ذالک یعنی اتبعوا ذالک، ذالک امر الله، گفتی یا مفعول اتبعوا هست یا خبر برای مبتدا است. و من یعظم شعائر الله، هر کسی تعظیم کند شعائر الله را، فانها من تقوى القلوب، این از تقوای دل هست. شعائر الله همین هدایایی هست، شترهایی که برای قربانی آورده میشه. و همچنین حج، صفا، مروه، اینا شعائر الله هستند. لکن فیها منافع، برای شما در آن منافع است تا مدتی. ثم محلها الى البيت العتیق، یعنی سوار بشید، سپس محلش یعنی رساندن اونها، اون شعائر الله، به بیت عتیق، منظور به حرم، به منی، تا اونجا برای خدا قربانی میشه. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل